PvP ماینکرافت، چیزی که توی بدوارز خیلی مهمه و برای PvP بهتر به ریسورس پک های خوب نیاز دارید. پس من یعنی دیلورد امروز اینجام تا 3 تا از بهترین ریسورس پک های PvP رو به شما معرفی کنم. آقا شروع میکنیم با ریسورس پک اول. پک 50 کی دویر هستش و دیگه دویر رو قاعدتا همتون باید بشناسید، چون که تا چند وقت پیش، حالا الانش نمیدونم ولی تا چند وقت پیش نفره یک رنکد بدوارز کل جهان بود و میشه گفت بهترین PvPر جهان هم هستش، چون تموم یوتیوبرای خیلی مطرح خارجی رو زده پاره کرده و آره چه همینجور با کله رفتم تو یارو و کشتمش و بدش هم زدم و 2 تا هیتم گرفتم. واقعا جالبه. و از جایی که گفتم شاید خیلی هاتون کامیونیتی خارجی رو دنبال نکنید، شاید این پک هم ندیدید و کلا ویدیوی 50 کی دویی رو ندیدید، گفتم بیاین پک رو بهتون معرفی کنم. و آره دیگه پک به شدت پک کلینی هم هستش و من خودم این پک رو خیلی یوز میدم و کلا پک های دویل پک های خیلی کلین و تمیزی هن. کلا فقط یه پک 5 کیشه که خیلی چیز جالبی نیستش و ایلا همه پکاش پکای به شدت خوب و تمیزی هن. اوکی نشد هارتین کلاسیک بزنم ولی خوب. وای نه اصلا نیازی به بلاکی نبود، چرا وقتی خودمو هدر دادم. اوکی 2 تا هیت هم ازش گرفتم، خوبه. بیا اینجا ببینم بچه جون. نه بیا لوگراند میگیریم. چه هیت چرت و پرتی دادم. لسکو بردیم بچه ها. پک های این ویدیو هم رفته خفن‌تر و بهتر میشه، یعنی 2 تا پک بعدی از این پک خیلی بهترن و اگه خواستید تا آخر ویدیو رو میتونید نگاه کنید و اگر هم خوشتون اومد میتونید با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن از من حمایت کنید. لسکو وید شد بچه نها کنین. مونباک بلدم. سینگل کلیک هم نه سینگل کلیک الان نشد متاسفانه. از جا همجور میکنیم، بلاک میذاریم میکنیم. ای وای نه اگه این مقدار صدام تو ویدیو بد میاد دیگه، آره دیگه صدام گرفته متاسفانه. که بچه ها من یه سری اطلاعات هم بهتون بدم که ما قراره دوباره صورت هفتگی، حالا اگه شد هفته 2 ویدیو، ولی خب هفته 1 ویدیو رو حتما براتون آپلود میکنم. دوباره قراره فعالیت خودمون رو شروع کنیم و ویدیوهای خوبی هم قراره در آینده آپلود کنیم. یه سری ایده ها دارم که آره. اوکی سریع میپریم. اسم پروتکشن داشت. بلاکین نه یه دقیقه من بذار بده تو بزنم. اوکی وای خیلی دستم بجاست. لسکو چه کامبوی تمیزی هم گرفتیم از روی رو. الان تو خونه بغلیام میاد صدا من، پولی یه دونه بداره ولی ستارم بدون تیمم حال بگیره کارم، بیام بخورنشونایی که میخوام بگانم. خب بچه ها شروع میکنیم با پک دوم که پک 16x هستش و اسمش هم خیلی اسم عجیب. وای شد. نه آره دیگه اسمش خیلی، من اسمش نمیتونم. چرا اینجوری حرف زدم آجی. بمیر مرد. دسکو پریم از این ور. یه 2 تا هیت میدیم، بلاش میذاریم، لسکو میمیریم. داشتم میگفتم بچه ها پک 16x و تکسچراش هم خیلی به تکسچرهای دیفالت خود بازی نزدیکه و سر همین اصلا من این پک رو یوز میدم. خیلی پک رو دوست دارم و آره بذاری من این پوش رو بپوشونم که وای برو گم شو. لسکو کشتمش چجوری نمیدونم ولی آره. پریم اینجا 2 تا هیت میدیم، همه هیت همون پارتیکل میشه، گاد کیبی میخوره، وید میشه. لسکو بدیشم میزنیم. ای بابا نتونستیم هیت بگیم. پک هم پک FPS بوستی هستش و رفت تو سوراخ. شت برو گم شو. ای وای ریدم چه کامبوی بدی شدم. و آره پک هم پک FPS بوستی هستش و اینم خیلی پک خوبیه
سر همینم من توی چیز پک ریلیز اون قرارش شدم. ای پاجی این چرا نمیمیره؟ اوکی لیتس گو زدیمش. بریم بچه بعدی. اوکی داشتم میگفتم خلاصه که بچه ها پکش خیلی پک کلینیه، مخصوصا اسکایش که اسکای خیلی تمیزی داره و سوردش هم خیلی کوچیک و خوبه. چرا اینجوری یادش من یه این سبک از بازی رو ندیده بودم که این همه بلاک بکشم پشت سرشون. برادر سایکیت بخور برادر، خداحافظ. اوکی حاجی چقدر الکی زدمش ولی آره. ای بابا بیا پایین بچه پر رو، نمیذارم بدم و بزنی. HP کمه نمیتونی اصلا بزنی، بخوایم نمیتونی. ای وای شاید بتونی. نه نمیتونی بابا، تونستی که خودش. عجب. الان مثلا خواهی با من بلاک پی کن. بچه ها یه دلیل این که من نرفتم بدوارز های پیکسل و این ویدیو رو رکورد کنم اینه که پینگم تو های پیکسل به شدت آتو آشغال بود و مجبور شدم که بیام تیرکس ماین و از اونجایی که پی وی پی تیرکس ماین و کیوی تیرکس ماین اصلا عادت ندارم دیگه نرفتم بدوارز، چون تو بدوارز علنا بولی میشدم. پینگم بده یا اون وایساده. دیسی شدم؟ نه دیسی نشدم، برادرم خواست رکب بزنه. نه مثل که برادر واقعا پینگش بده. به فایت تیرکس ماین. برادر چرا انقدر لگه؟ برادر خیلی پینگ خوبی داره. برادر چجوری اینجا هم پرسید؟ برادر سیکتیر کن. هان بلاک گذاشت. برو وای نه خیلی بد چیز کردم ولی نمیدونم چش. هی چجوری اینجوری هیت میرش؟ برو گم شو. چه الکی چیزه. آره ریدی داداش. برو خونتون. یه عالمه بلاک بریس کنی بعدا گوسپیش میشه، بعدا میاد برادر بازم گوسپیش میشه میمیریم. ابیوز داره میکنه یا لگه یا چیه اینجوری؟ حاجی من لگم اصلا یهو میبینی، ولی خیلی یارو از لگ داره سوء استفاده میکنه، خیلی ناجور داره پینگ ابیوز میکنه دوست من. اوکی لسکو زدیمش. بدشم رفت دیگه، نتونستم هیت بدمش. لسکو اسکیپ داد. بیا اینجا ببینم نوب سگ پینگ ابیوزر. سیکتیر کن مرد. لسکو بی پلنه نوکنی پل چیز مثل هرمه. اوکی بچه خوش اومد به مچ نمیدونم چندم و پک سوم. بچه اسم این پک لوکه 26 هست اگه اشتباه نکنم. پک پرایوته و به شدت پک 32x خفنیه و مخصوصا برای رنکد بدوارز خیلی استفاده میشه. برادر هیت هم پارتیکل شد. اینا رو میکنیم که درسته از تایم بالا رفتن اون کم میشه، ولی اینجوری یکی میکنیم میره تو سوراخ. آره گریج میزنیم میخواد اسکیپ بده. هیتام پارتیکل میشه ولی کمبویه که میگیره و میکشتش. اوکی نتونستم هیت بگیرم ولی تا اینکه اسمون پروتکشن داشت. برو تو سوراخ. برادر ریش ادوانتیجش رو چیز نمیکنه. چیز بچه این پک اصلا یه صحبت نداره واقعا. پک کلینو ای بابا وید شدن داشتم حرف میزدم. این یارو اینجوری داره میره بالا. پک به شدت پک کلین و خفنیه. تکسچر وولاش اصلا یه تکسچر خیلی باحالیه که توی یه سری پک های دیگه هم هست. برادر داره خونه سازی میکنه. برادر ریدم حاجی، خودم رو بلاک کردم. سیکی کن. لو گراند ادوانتیج میگیریم. نپری رو کلمو. برو خونتون. خداحافظ. یاها اوکی. آره دیگه من اصلا
پکیلیز بچه به نظرم اینکه حرف میزنن داخلش خیلی چرا یه تیکه داشتم گادبیری میزدم بچه من اینکه اصلا راجعه پک بیام توضیح بدم و اینا رو خیلی بلد بابا توسط بلاک‌های خودم دارم گولی میشم مردم لسکو اینکه بیام راجعه پک حرف بزنم و اینا رو بلد نیستم یه پک و ویدیوشو میذارم میتونید اگه دوست داشتید برید دانلود کنید دیگه آره دیگه بیا دیگه داداش این استراتژی چرت و پرتو بذار کنار برادر ای بت چجوری دستت رسید البته خب منم دستم به زیر پاش وقتی میرسه اونم دستش میرسه دیگه من یه مقدار ها بابا یعنی چی کات کبی مسخره خوردم نبا بذارم بدم بره نو بی برو خونتون خداحافظ اوکی لسکو شانسم گفت بدم نرفت ولی بدم میرفت آره جون میکنیم میره تو سوراخ نرفت تو سوراخ برو خونتون بچه پر رو اوکی اینجا میام مونواک میزنیم بعد اینوری مونواک میزنیم میذاریم بیاد کاش بیاد یکم بالا بتونمش گاد کیوی بدم بذار اینجا خونه سازی کنیم مثل استراتژی خود طرف خب ببین ای وای افتادم پایین نه خب مردم لسکو آره لسکو اینو تصونه بذار این بریجمون رو کلوف کنیم که ای وای پشتش بلاک بود کیوی نمیخورد شت شانسم گفت نیفتادم پایین سلام برادر کیوی بخور چقدر فایت طولانی هم شد یارو بازیش خوبم نیستم چی من زیاد سوتی میدم وقتی میخوام باش برم تو پی وی پی بذارید بریج ما رو کلفت کنیم که آره یارو دوباره رفت تو فاز چیزی آره نظرتون میشه که شد لسکو چه کمبو تمیزی بلوکین تمیز ریدی ملته طور نیست خدافزی کن خودمو بلاک کردم ولی آره نیفتادی با هم میافتادی بیفت خدافز let's go